با درودی دوباره به عزیزانی که این لحظه ما رو تماشا دارند و امیدوارم که هر کجای دنیا که هستید صحت و سلامت هستید و یکی شما رو بار دیگر با جشن وحدت که همین حالا در تاجیکستان تجلیل کرده می شود تبریک میگم. و هرچند جشن اساسی وحدت امسال در ولایت سوق در کنی بادام دایر می شود، اما به هر صورت در سرتاسر تاجیکستان امروز روز استراحت است. تبری همکاران ما میگویند مردم در کوچه ها قدم میزنند البته و از این روز تجلیل میکنند و امیدواریم که واقعا این صلح در کشور ما و در خاندان هر یکش ما ایزان پایدار باشد و هرگز صدای تیر در هیچ گوشه دنیا شنیده نشود و گریه طفل هم که باشد این گریه شادی باشد و هیچگاه غم و اندو در خاندان شما نباشد. و اگر به تاریخ این روز نظر افکنیم 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو با سرپرستی سازمان ملل متحد میان حکومت و رهبریت اتحادیه نیروهای مخالفین توجیک سازشنامه صلح به امضا رسیده بود و با همین رسما جنگ 5 ساله شهروندی انجام یافت. طرفها تعهد کردند که یکدیگر را بخشیدند و یک کشور آزاد دموکراتی خواهند ساخت. حکومت تاجیکستان از این به بعد این صحنه را به عنوان روز وحدت ملی در فهرست جشن‌های رسمی وارد کرد و همه ساله طوری هم ما شاهدیم این جشن با شکوه و شهامت تجلیل می‌گردد. اما با گذشت این سالها و اساساً در همین 2 سال اخیر فعالان مخالفین با شمول نمایندگان حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که طرفی صلح کننده با حکومت بود اساساً حالا در خارج کشور به سر میبرند و چهره های سرشناس که در مذاکرات صلح بودند دیگر از صحنه سیاست کنار رفتند و مثل عبدالمجید اوصیف که رئیس هیئت حکومتی در کمیسیون آشتی ملی بود و عبدالمجید اوصیف حاضر شد که در پیشروی این جشن با همکاری ما صحبت انجام دهد و شما در برنامه خبری میتوانید پاره از صحبت این سیاستمدار را ببینید و بشنوید. اما به هر حال با گذشت 21 سال که از امضای سازشنامه علاقه سپری می شود تا هنوز داغ جنگ از دل ساکنان علمدیده کشور نرفته است. اکثریت نمیخواهند از آن روزها یادآوری کنند و با این در ذهنشان صحنه های خونین جنگ تازه دوباره رو بزند. اما در استورخانه ملی تاجیکستان گوشه نوی را باز کرده و نگاره های را گذاشتند که به تاریخ آن زمان راست میآید و تاریخ آن زمان را قصه میکند. درباره این یادگاری ها و جمله کوزه‌ای که از چند کف خاک منطقه مختلف تاجیکستان ساخته شده است در برنامه خبری به شما گزارش پیشنهاد میکنیم و شما در هر کجای دنیا که هستید میتوانید خودتون این نگاره ها را ببینید. و یک موضوع دیگری که ما در برنامه امروز مطرح خواهیم کرد درباره اون است که نرخ باز بالا می رود. عیب در روسیه و قزاقستان بوده است. شرکت قزاقستانی با سبب به گفته خودش عذرناک از فروش گاز مایع به تاجیکستان دست کشید. شرکت میانروی روسیه میلیون ها دلار شرکت های وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان را گرفت اما گاز مایع را نداد. شرکت های بزرگ سوشواری تاجیکستان حالا در تهلکه افتیدند. مردم از گرانی گاز مایع شکایت میکنند، مگر راهی برای بیرون آمدن از این بنبست وجود دارد؟ همراه در برنامه خبری اطراف این موضوع با شما اندیشه خواهیم کرد. برابر حقوقی که تنها روی کاغذ است و یا معلولان این تاجیک هم میخواهند در پارلمان وکیل داشته باشند. این قشر جامعه تاجیکستان امیدوارند که روز امکان سنجیدن نیرویشان در عرصه سیاست را خواهند داشت. ضمناً به فرق از برخی کشورهای سابق شوروی در کرسی‌های وکیلی تاجیکستان تا به امروز یگان نماینده این قشر نیست. تا کجا امکاناتی این درخواست معلولان اجرا شونده است و در سالهای نزدیک امکان پذیر خواهد بود؟ همکاران ما به این سوال پاسخ جستند که در برنامه خبری شما نیز میتوانید به آن جواب بگیرید. و البته در برنامه خبری چون همیشه درباره نتیجه های بازی های جام جهانی فوتبال 2018 که این شب روز در روسیه صورت میگیرد برای شما خواهیم گفت و میگوییم که نتیجه های بازی ها میان تیم ها چگونه هست و خبرهای جالبی هم که تا این دم در این رابطه داریم برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. و البته امیدواریم که شما چون همیشه با ما همکاری خواهید کرد و خبر و نوارهای و عکسای جالبی که دارید با ما در میان میگذارید تا اینکه دیگران نیز آنها را ببینند. با امید دیدار با شما بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیوی آزادی.